وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. و وقت ایشان آنچه را به پیامبر فرستاده شده بشنوند، چشمانشان را از اشک لبریز می‌بینی. به سبب حقیقتی که آن را تشخیص داده اند میگویند پروردگار ما، ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواهان بنویس. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. و چی دلیل می توانیم داشته باشیم که به خداوند و دین حقی که به ما آمده است ایمان نیاوریم، در حالی که آرزومندیم که پروردگار ما را در زمره مردم صالح داخل گرداند. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. پس به خاطر این سخن که گفتند خداوند آنها را به بهشت‌های مزداد که در زیر درخت‌های آن جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه به سر میبرند، و چنین است مزد نیکوکاران. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اما آنهایی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، ایشان اهل دوزخند. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ای مؤمنان، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال گردانیده حرام مسازید و از حد مگذرید، حقا که خداوند کسانی را که از حد میگذرند دوست ندارد. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. و از چیزهای حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از خداوند ذاتی که به او ایمان دارید بترسید. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خداوند شما را در برابر سوگندهای بیهوده و بدون اراده شما مؤاخذه نمی کند، اما شما را در برابر سوگندهای جدی شما مؤاخذه می کند. پس کفاره آن طعام دادن 10 نفر نیازمند است به سویه اوسط، طعامی که به خانواده خود میخورانید، یا دادن پوشاکشان یا آزاد ساختن برده است. اگر کسی هیچ کدام از اینها را نداشت 3 روز روزه بگیرد. این کفاره شکستن سوگندهای شماست در هنگامی که سوگند یاد کردید و سوگندهای خود را حفظ کنید. به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد سپاسگزار شوید. أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، شراب، قمار، سنگ‌های نصب شده برای پرستش و بخت آزمایی به وسیله تیرها پلید است از کردار شیطان. بنابر آن از آن احتراز کنید تا باشد که رستگار شوید. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بیگمان شیطان می‌خواهد تا به وسیله شراب و خمار دشمنی و نفرت را میان شما ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما از این اعمال ناشایسته اجتناب نمی کنید؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و از نافرمانی خدا و رسولش حذر کنید. اگر شما رو گردانید پس بدانید که وظیفه رسول تنها رساندن این پیام روشن است و بس. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند گناهی نیست در صورتی که خود را از بدی باز دارند، ایمان آورند و کارهای نیکو نمایند و باز پرهیزگاری نمایند و ایمان آورند و باز پرهیزگاری ورزند و نیکوکاری نمایند در آنچه از شراب و غیره در گذشته خورده اند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای مؤمنان، بیگمان خداوند شما را در برخی موارد شکار که به آن دستها یا نیزه های شما می رسد می آزماید تا خدا کسی را که غایبانه از او می ترسد متمایز گرداند و کسی که بعد از این تجاوز کند برایش عذابی دردناک است. أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ای مؤمنان، هنگامی که در حرم یا لباس احرام هستید شکار نکنید و هر کسی از شما که عمدن آن را به قتل برساند باید
کفاره معادل آن را از چارپایان بدهد، کفاره ای که 2 نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت هدیه به حریم کعبه برسد، یا بر اوز تغذیه محتاجان یا معادل آن روزه گرفتن است تا جزای کردار خود را بچشد. خداوند آنچه را در گذشته به عمل آمده بخشیده است، اما اگر کسی باری دیگر مرتکب چنین عمل شود، خداوند از او انتقام میگیرد. خداوند صاحب قدرت منی و صاحب انتقام است. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. با شما شکار دریا و خوردن آن برای منفعت شما و مسافران حلال است، اما شکار خشک تا وقتی که در حرم یا در حال احرام هستید بر شما حرام است. از خداوند بترسید، ذاتی که به سوی او حشر میشید. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. خداوند کعبه بیت الحرام را وسیله قوام امور مردم گرداند و همچنان ماههای حرام، هدیه و قلاده ها را که این قربانی ها را با آن نشانی می کنند. این برای آن است تا بدانید که خداوند هر آنچه را که در آسمان ها و زمین است واقعا می داند و بیگمان خداوند به همه چیز داناست. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. بدانید که خداوند بدون شک سخت عذاب کننده است و واقعا خداوند آمرزنده و مهربان است. ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون وما تكتمون. وظیفه پیامبر نیست مگر رسانیدن پیام و خداوند همه چیزهایی را که شما آشکار یا پنهان می کنید می داند. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بگو پلید و پاک همسان نیستند، اگرچه وفرت پلید تو را به شگفت آرد. پس ای خردمندان از خدا بترسید تا باشد که رستگار شد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ای مؤمنان، درباره چیزهای سوال مکنید که اگر به شما واضح شود شما را ناخوشنود می سازد، و اگر شما درباره این چیزها در همان وقتی که قرآن نازل می شود سوال کنید به شما واضح ساخته می شود. خداوند از آنها درگذشته است و خداوند آمرزنده و صاحب حلم است. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بعضی از مردم پیش از شما نیز چنین سوالاتی را کردند و بعد از آن به سبب انکار به آن کافر شدند. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
خداوند خرافاتی چون بحیره، صایبه، وسیله یا حام را مقرر نکرده است، مگر این کافرانند که بر خدا به دروغ بهتان می‌بندند و اکثرشان بی‌خردند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند فرو فرستاده و به سوی رسول بیایید، میگویند برای ما همان چیز کافی است که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا با این که پدرانشان چیزی را نمیدانستند و رهیاب نبودند باز هم از ایشان پیروی میکنند؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ای مؤمنان، مراقب نفس خود باشید. کسانی که گمراه هستند به شما ضرر عاید کردن نمیتوانند اگر شما رهیاب باشید. بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را به همه چیزهایی که میکنید آگاه میسازد. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ای مؤمنان، چون شما را مرگ در رسد در هنگام وصیت دو نفر عادل را از میان خود از مسلمانان به گواهی بگیرید و در صورتی که به سفر باشید و مصیبت مرگ شما را در رسد می توانید دو نفر از غیر خود یعنی غیر مسلمان را برای وصیت به گواهی بگیرید. این دو گواه را بعد از نماز باز دارید و ایشان به خدا سوگند یاد کنند که اگر شک دارید این سوگند را به پول سودا نمی کنیم اگرچه طرف مقابل از خویشاوندان ما باشد و گواهی را که محض برای خدا است نمی پوشید. اگر چنین کنیم از گناهکاران می گردیم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. اگر اطلاع حاصل شد که آن دو گواه گناه شهادت دروغین را مرتکب شده اند، پس به جای آنها دو نفر دیگر از کسانی که حقشان به وسیله دو گواه نخستین پایمال شده است به گواهی بپردازند. پس این دو گواه چنین سوگند یاد کنند: بیگمان شهادت ما شهادت آن دوی دیگر راست است، تجاوز نکرده ایم. اگر ما چنین کرده باشیم از جمله ستمگاران میگردیم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم
القوم الفاسقين. این مساعدترین شیوه است که با رعایت آن ایشان شهادت را به شکل راستین آن میدهند، یا اینکه بترسند که بعداً سوگندهای دیگری سوگندهای ایشان را رد می کند. از خداوند بترسید و به حکم او گوش فرا دهید و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. آن روز فرا رسیده نیست که خداوند همه پیامبران را جمع می کند و به آنها می گوید به شما از جانب مردم چی جوابی داده شده است؟ می گویند ما چیزی نمی دانیم، این تو هستی که امور غیب را می دانی. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتك اذ ایدتك بروح القدس تکلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بیادار که خداوند گفت ای عیسی پسر مریم نعمت مرا که به تو مادرت ارزانی داشتم بیادار آن وقت که تو را به روح القدس قوت دادم با مردم در طفلی و در سن کهولت سخن می گفتی و بیادار که من به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را آموختم و بیادار که از گل شکل مرغ را به اجازه من می ساختی و در آن می دمیدی و آن به اجازه من مرغی می شد و کور مادرزاد و پیس را به اجازه من شفا می دادی و بیادار که مرده را به اجازه من زنده می ساختی و بیادار چگونه من بنی اسرائیل را از رسانیدن آسیب به تو باز داشتم در آن هنگام که به ایشان نشانه‌های روشنی را آوردی. پس کافران ایشان گفتند این بغیر از جادوی آشکارا چیزی نیست. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. و بیادار هنگامی را که به حواریون الهام کردم که به من و پیامبرم ایمان آرید گفتند ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما واقعا مسلمانیم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. و بیادار هنگامی را که حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم آیا پروردگار تو میتواند برای ما سفره از آسمان فرو فرستد؟ عیسی گفت از خداوند بترسید اگر ایمان دارید. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما مطمئن شود و بدانیم که تو واقعا به ما راست گفته ای و ما بر این معجزه گواه باشیم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا
ارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسی پسر مریم گفت ای خدایا پروردگار ما، از آسمان بر ما سفره فرود آورد تا برای ما عید باشد، برای اول ما که در این عصر زندگی می کنیم و آخر ما یعنی عیسوی هایی که بعد از ما می آیند و اشاره از جانب تو باشد. به ما روزی ده و تو بهترین روزی دهندگانی. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خداوند گفت من آن را بر شما فرود آرنده ام، اما اگر کسی از شما بعد از آن کافر شود او را به چنان عذاب می کنم که به آن هیچ کسی دیگر را جهانیان عذاب نکنم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. و به یادآر هنگامی را که خداوند گفت عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفتی من و مادر مرا جز خدا به حیث معبود بگیرید؟ عیسی گفت پاکی تو، مرا نسزد چیزی بگویم که حقی گفتن آن را ندارم. اگر چنین چیزی می گفتم تو واقعا آن را می دانستی. تو آنچه را در نهاد من است می دانی، اما من آنچه را در نهاد توست نمی دانم. واقعا این تو هستی که غیب را می دانی. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهید. من هرگز به ایشان جز همان چیزی که تو مرا به آن امر کردی نگفتم، این که خداوند پروردگار من و پروردگار خود را بپرستی و من تا هنگامی که در میان ایشان بودم بر ایشان گواه بودم. چون مرا برداشتی تو ناظر حال ایشان بودی و تو بر همه چیز گواهی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر ایشان را عذاب کنی بندگان تو اند و اگر ایشان را بیامرزی پس تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. خداوند گفت این روزی است که در آن راستگویان را راستیشان بهره‌ور می‌سازد. ایشان را باغ‌هایی است که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه خواهند بود. خداوند از ایشان خوشنود است و ایشان از خداوند خوشنودند. این است رستگاری بزرگ. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در آنها است از آن خداست و او بر هر چیزی تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ستایش خدای راست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی را پیدا کرد. با این هم کافران با پروردگار خویش دیگران را مساوی قرار می‌دهند. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. او ذاتی است که شما را از گل آفرید، سپس موعد را برای شما تعیین کرد و موعد تعیین شده نزد اوست. با این هم شما شک می‌ورزید. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اوست خداوند در آسمان ها و در زمین، پنهان شما و آشکار شما را می‌داند و نیز چیزی را که شما کسب می‌کنید می‌داند. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هیچ آیه از آیه های پروردگار به ایشان نیامد مگر آنکه از آن روی گردان بودند. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. و اکنون نیز سخن حق یعنی قرآن را که به ایشان آمد دروغ پنداشتند، اما به زودی به سوی ایشان خبر چیزهایی که آن را مورد تمسخر قرار می‌دادند می‌آید. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا نمی بینند چی نسل‌های را پیش از ایشان هلاک کردیم؟ ایشان را در زمین طوری استوار ساختیم که شما را به آن قسم استوار نگردانیدیم. بر ایشان بارانهای پیاپی را از آسمان فرو ریختاندیم و برایشان جویبارهای سرشاری دادیم که در زیر آبادی‌هایشان جریان داشت. اما با این هم آنها را به سبب گناهانشان هلاک ساختیم و بعد از ایشان نسل دیگری را به میان آوردیم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اگر بر تو نوشته را بر ورق فرو می فرستادیم و آن را با دستهای خود لمس می کردند، باز هم یقینا کافران می گفتند این نیست مگر جادوی آشکارا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. و گفتند چرا به او فرشته نازل نشده است؟ و اگر فرشته را می فرستادیم موضوع به یک بارگی حل و فصل می شد و برایشان مهلتی دادن نمی شد.
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. و اگر فرشته را پیامبر می ساختیم او را به قسم انسان می فرستادیم و بیگمان بر ایشان مشتبه می ساختیم موضوعی را که اکنون ایشان آن را مشتبه می سازند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بس از پیامبران پیش از تو نیز مورد تمسخر قرار گرفتند ولی سرانجام آنچه را مورد تمسخر قرار می دادند ایشان را احاطه کرد. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. بگو در زمین گردش کنید تا ببینید که آخر کار کسانی که حق را تکذیب کردند چی بود. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بگو آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست. او به خویشتن رحمت را بنوشت یعنی لازم گردانید. بیشک او واقعا شما را به روز قیامت جمع می کند که در آن هیچ شکی نیست. آنهایی که خود را زیانمند ساخته اند پس همانهایند که ایمان نمی آورند. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السمیع العلیم. هر آنچه در شب و روز قرار دارد همه از آن اوست و هم اوست شنوا و دانا. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. بگو آیا کسی دیگر را جز خدا آفریننده آسمان ها و زمین حامی بگیریم در حالی که اوست که روزی می دهد و به او روزی دادن نمی شود. بگو به من حکم شده تا نخستین کسی باشم که مسلمان شده است و به من گفته شده که هرگز در زمره مشرکان مباش. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بگو اگر من نیز پروردگار خود را نافرمانی کنم واقعا از عذاب روز بزرگ می ترسم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. در آن روز اگر از عذاب کسی صرف نظر می شود در واقع خداوند به او مرحمت کرده است و این است رستگاری آشکارا. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. اگر خداوند به تو زیانی برساند هیچ کس بغیر از او آن را دفع کردن نمی تواند و اگر به تو خیری رساند پس او بر همه چیزها قدرت دارد. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اوست بر بندگان خود قاهر یعنی فروشکننده و هم اوست با حکمت و آگاه. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون
أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بگو کیست که از همه در گواهی بزرگتر است؟ بگو خداوند در بین من و شما گواه است و این قرآن به من وحی شده است تا به آن شما و همه آنانی را که قرآن به ایشان میرسد بین بدهم. آیا واقعا شما گواهی میدهید بر این که با خدا معبودان دیگری هم وجود دارند؟ بگو من گواهی نمیدهم. بگو حتی که او خداوند یکتاست و از آنچه شریک می آورید واقعا بیزار. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او را طوری می شناسند که فرزندان خود را می شناسند. آنهایی که به خود زیان رسانده اند پس ایشان ایمان نمی آورند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. و کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغی بربسته یا آیات او را تکذیب کرده است؟ بیگمان ستمگاران رستگار نمی شوند. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. و آن روز را یاد کن که همه ایشان را جمع کنیم، سپس به آنانی که شریک آورده بودند میگوییم کجاست شریکایی که شما گمان داشتید؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سپس هلایشان جز این نیست که بگویند با خدای پروردگار ما سوگند که هرگز مشرک نبودیم. انظر كيف كذبوا على وضل عنهم ما كانوا يفترون. ببین چگونه به خود دروغ گفتند، اما دروغی را که بربسته بودند از ایشان گم شد، یعنی ایشان را در خلا گذاشت. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. و از ایشان کسانی اند که وانمود می کنند که به تو گوش می دهند، اما ما بر دلهایشان پرده های انداختیم که آن را نمی فهمند و در گوشهایشان گرانی نهادیم و اگر هر معجزه را هم ببینند به آن ایمان نمی آورند تا چون نزد تو بیایند با تو منازعه می کنند. کافران می گویند نیست این مگر افسانه های پیشینیان. وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. دیگران را از آن باز می دارند و خودشان نیز از آن دوری می گزینند، اما ایشان جز خویشتن کسی را تباه نمی کنند ولی درک نمی نمایند. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. و اگر تو ایشان را هنگامی که
که در برابر آتش قرار داده می شوند ببینی، پس می گویند ای کاش بازگردانیده می شدیم که آیات پروردگار خود را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می شدیم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکه هر آنچه را ایشان پیش از این پنهان می داشتند در آن روز برایشان آشکار شد و اگر ایشان به دنیا بازگردانیده شوند بدون شک به سوی آنچه از آن منع شده بودند باز می گردند و واقعا ایشان دروغگویند. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. و گفتند جز زندگی ما در این دنیا چیزی دیگری نیست و ما باری دیگر برانگیخته نمیشیم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اگر ایشان را هنگامی که در پیشگاه عدالت پروردگار خیش استاده کرده شوند ببینی و خداوند به ایشان بگوید آیا این رویداد حق نیست؟ در جواب میگویند واقعا این رویداد حق است و پروردگار ما قسم. خداوند میگوید پس عذاب را بچشید به سبب آنکه کافر بودید. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. واقعا کسانی که لقای خدا را دروغ پنداشتند زیانکارند تا چون ناگهان قیامت بر ایشان بیاید میگویند وا حسرتا بر ما که در آن کوتاهی کردیم، در حالی که آنها بار گناهان خیش را به دوش میکشند. آه چی بد است باری که ایشان حمل میکنند. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. و نیست زندگانی دنیا جز لهو و لعب و بیگمان سرای آخرت برای مردم با تقوا بهتر است. آیا پس شما درک نمی کنید؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما واقعا میدانیم سخنان ایشان تو را براستی اندوهگین میسازد. در واقع شما را تکذیب نمی کنند بلکه این ستمگاران از آیات خداوند انکار می‌ورزند. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بیگمان پیش از تو نیز پیامبران تکذیب شدند، پس در برابر هر آنچه تکذیب و اذیت می شدند صبر کردند تا نصرت ما به ایشان رسید. برای کلمات خداوند تبدیل کننده نیست. واقعا به تو از احوال آن پیامبران رسیده است. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
در صورتی که اعراض ایشان بر تو گران تمام می شود، پس اگر بتوانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجوی و به ایشان معجزه بیاور، باز هم ایمان نمی آورند. اگر خداوند می خواست ایشان را به راه راست جمع می ساخت، پس تو از زمره جاهلان مباش. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند که گوش شنوا دارند، ولی مردگان یعنی کسانی که دعوت تو را اجابت نمی کنند، خداوند ایشان را برمی انگیزد و سپس به سوی او بازگردانیده می شوند. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. میگویند چرا بر او محمد نشانه از جانب پروردگارش فرو فرستاده نشد؟ بگو بیگمان خداوند قدرت دارد که نشانه فرو فرستد، اما اکثر ایشان نمی‌دانند. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه پرنده‌ای که با بالهای خود پرواز کند مگر اینکه امت‌هایی هستند مانند شما. ما در کتاب چیزی را فرودداشت نکرده ایم و سپس ایشان همه به سوی پروردگار خود حشر می‌شوند. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. آنانی که آیات ما را تکذیب کردند کر و گم هستند در عمق تاریکی ها. هر که را خداوند بخواهد گمراه می‌گرداند و هر که را بخواهد به راه راست قرار می‌دهد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بگو آیا گاهی به خود اندیشیدید اگر به شما عذاب خداوند بیاید یا قیامت به سر وقت شما برسد، آیا جز خدا دیگری را فرا می‌خوانید؟ اگر راست گویید حقیقت را بیان کنید. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکه خاص او را فرا می‌خوانید، پس آن مصیبتی را که برای دفع آن دعا می‌کنید اگر بخواهد دفع می‌کند و چیزی را که شریک می‌آوردید فراموش می‌کنید. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. حقا که برای بسیاری از امتهای پیش از تو پیامبرانی فرستادیم، پس ایشان را به سختی‌ها و رنج‌ها گرفتار ساختیم تا باشد که ایشان به قبول حق وادار شوند. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پس چرا در هنگامی که عذاب به ایشان آمد تسلیم نشدند، مگر دلهایشان سخت گردید و شیطان برای آنها اعمالشان را زیبا جلوه داد که به حق تسلیم نشدند. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم
شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پس چون آنچه را به ایشان پند داده شده بود فراموش کردند، بر ایشان دروازه‌های همه چیزها را گشودیم تا اینکه به چیزهایی که داده شده بودند شادمان گشتند. ایشان را ناگهان گرفتار کردیم، پس ایشان به یکبارگی ناامید شدند. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. پس بیخ مردم ستمگار بریده شد و ستایش خدای پروردگار جهانیان راست. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. بگو آیا راهی اندیشیده اگر خداوند شنوایی و بینایی شما را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد، کیست آن معبودی به جز خدای یگانه که آنها را به شما باز دهد؟ ببین چطور ما آیتها را بیان میکنیم ولی باز هم ایشان رو میگردانند. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. بگو شما خود ببینید اگر عذاب خداوند بر شما ناگهان یا آشکار بیاید، آیا بغیر از گروه ستمگار کسی دیگری هلاک خواهد شد؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما پیامبران را نفرستادیم مگر به حیث بشارت دهنده و بیم دهنده، پس کسانی که ایمان آوردند و اصلاح شدند بر ایشان نه خوفی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به ایشان عذاب می رسد از سبب اینکه فسق ورزیده اند. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. بگو من به شما نمیگویم که نزد من خزینه های خداوند است و نه هم غیب را میدانم و نه هم به شما میگویم من فرشته ام. من پیروی نمی کنم مگر آن چیزی را که به من وحی شده است. بگو آیا نابینا و بینا برابر پنداشته میشوند؟ پس با این هم آیا فکر نمی کنید؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بدین وسیله کسانی را بیم بده که می ترسند که به حضور پروردگار خویش حشر می شوند، در حالی که جز وی نه کارسازی دارند و نه هم شفاعت کننده تا باشد که ایشان بترسند. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. کسانی را که پگاه و بیگاه
پروردگار خیش را میخوانند و رضای او را میطلبند دور مران. تو از جای ایشان از چیز حساب ده نیستی و نه هم ایشان از جای تو از چیز حساب ده می باشند. مبادا که ایشان را از خود برانی و بدین ترتیب از جمله ستمگاران شوی. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. این چنین بعضی را بر بعضی دیگر آزمایش کردیم تا بگویند پس آیا اینهایند کسانی که خداوند از میان ما بر ایشان فضل کرده است؟ آیا خداوند سپاسگزاران را خوب نمی‌شناسد؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. و آنهایی که به آیات ما ایمان دارند چون نزد تو می آیند پس به ایشان بگو سلام بر شما. پروردگار شما بر خود دستور رحمت را نوشته است که اگر کسی از شما از روی نادانی کار بدی کرد و بعد از آن توبه نمود و اعمال خود را اصلاح کرد پس حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بدین ترتیب ما آیات را به تفصیل بیان میکنیم و تا راه گناهکاران روشن شود. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. بگو من از این باز داشته شدم که برای خداوند آنهایی را بپرستم که شما ایشان را می‌خواهید. بگو من هوای نفس شما را پیروی نمی کنم. اگر این کار را بکنم بیگمان گمراه شده ام و در این هنگام از زمره راه یافتگان نمی باشم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بگو من بر دلیل روشنی از جانب پروردگار خویش می باشم و شما آن را تکذیب کردید. آنچه را شما با شتاب دادگی تقاضا می کنید به نزد من نیست. حکم به دست کسی دیگر جز خداوند نیست. حق را بیان می کند و او بهترین فیصله کنندگان می باشد. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. بگو اگر آنچه را شما با شتاب زدگی تقاضا دارید نزد من می بود موضوع به زودی بین ما و شما حل و فصل می شد و خداوند به ستمگاران داناتر است. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و کلیدهای غیب نزد اوست، خزائنی که آن را کسی دیگر به جز او نمی داند
و نیز آنچه را در خشکی و بحر است همه را می‌داند و هیچ برگی از درخت نمی‌افتد مگر اینکه آن را می‌داند و نه دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و نه چیز تازه یا خشک وجود دارد مگر آنکه در کتاب واضح ثبت شده است. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. و اوست که روح شما را در شب میگیرد و به همه چیزهایی که در روز کسب کرده اید آگاست. سپس شما را باری دیگر در روز برمی‌انگیزد تا میعاد معینی به سر آورده شود. سپس بازگشت شما به سوی اوست. بعد از آن شما را به حقیقت کارهایی که انجام داده اید آگاه می‌سازد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. و اوست بر بندگان خود قاهر و متسلط و او بر شما فرشتگانی را به حیث نگهبان میفرستد تا چون مرگ یکی از شما فرا میرسد فرشتگان روح او را میگیرند و ایشان هیچگاه در وظیفه خود کوتاهی نمی کند. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سپس ایشان به سوی خداوند مولای بر حق خویش برگردانده می شوند. هان در آن روز حکم از آن اوست و او در حساب گرفتن از همه سریعتر است. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بگو کیست آنکه شما را از تاریکی های خشکی و بحر نجات می دهد هنگامی که او را با تضرع و به گونه پنهان می خوانید و می گویید که اگر ما را از این خطرات نجات بدهد براستی ما سپاسگزاران می باشید. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بگو این خداست که شما را از اینها و از هر غم دیگری نجات می دهد ولی باز هم شما شرک می آورید. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بگو او قدرت دارد که بر شما از بالای سر شما یا از زیر پای شما عذاب بفرستد یا شما را به نزاعهای گروهی بیامیزد و به شما مزه ستیز یکی از شما را در برابر دیگر بچشاند. ببین چگونه آیات را به آنها بیان می کنیم تا ایشان بفهمند. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. و قوم تو این قرآن را که حق است تکذیب کردند. بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. برای هر خبر میادی است و به زودی میدانید. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. و هنگامی که مردمی را می‌بینی که درباره آیات ما به سخنان اهانت آمیزی می‌پردازند، از ایشان رو بگردان تا به بحثی دیگر بپردازند. و اگر گاهی شیطان این مطلب را از خاطرت فراموش می‌سازد، پس چون به یاد تو آمد با گروه ستمگاران منشین. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. از عملکرد کافران بر پرهیزگاران مسئولیت عاید نمی شود، اما این یاد آوری برای آن است تا ایشان متوجه شوند و از خدا بترسند. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. آنهایی را که دین خود را به بازی و بیهودگی گرفتند و زندگی این دنیا ایشان را فریفته ساخت، به حالشان بگذار و ایشان را به این قرآن پندی تا مبادا کسی را به سبب آنچه کسب کرده به تباهی بسپارد و در این صورت برای او جز خدا کارساز و شفاعت کننده نیست. و اگر به عوض خود در مقابل مجازاتی که برایش تعیین شده هر عوضی را فدیه بدهد قبول نمی شود. اینها کسانی اند که با اعمال خویش خود را به تباهی سپردند. ایشان را نوشیدنی آب جوشان و عذاب بس دردناک است به سبب آنکه کافر بودند. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بگو آیا جز خدا چیزهایی را بخوانیم که برای ما نه سودی رسانده میتوانند و نه هم زیانی؟ و بعد از اینکه خداوند ما را رهیاب ساخت و عقب بازگردیم مانند کسی که او را شیطانها بدراه کرده و در روی زمین سرگردان ساخته باشند، او دوستانی داشته باشد که وی را به راه راست فرا خوانند. بگویند به سوی ما بیا. بگو واقعا هدایت خداوند همان است هدایت و مأمور شده ایم تا خود را به پروردگار جهانیان تسلیم کنیم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. و به ما گفته شده که نمازها را به تمام و کمال برپا دارید و از خداوند بترسید و هم اوست که همه شما به سوی او حشر می شوید. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. و هم اوست آنکه آسمانها و زمین را به حق آفرید و روزی که بگوید شو پس می شود.
سخن او حق است و در روزی که سور دمیده می شود پادشاهی از آن اوست. او دانای غیب و آشکار است و هم اوست با حکمت و آگاه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. و یادار وقتی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت آیا بتان را خدا میگیری؟ من بیگمان تو قوم تو را در گمراهی آشکارا میبینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. و این چنین به ابراهیم قدرت مطلقه الهی را در آسمان ها و زمین نشان دادیم و تا از اهل یقین گردد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقتی که تاریکی شب او را پوشاند ستاره را دید گفت این است پروردگار من. اما چون آن ستاره از نظرش غایب شد گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. چون ماه را در حال طلوع دید گفت این است پروردگار من. اما چون غروب کرد ابراهیم گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند یقینا از قوم گمراهان میگردم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پس چون آفتاب را در حال طلوع دید گفت این است پروردگار من، این بزرگتر است. اما چون غروب کرد ابراهیم گفت ای قوم من واقعا از این که شما با خداوند شریک می آرید بیزارم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. من بیگمان به ذاتی روی آوردم که آسمان ها و زمین را آفرید. در ایمان خود خالصم و هرگز از مشرکان نیستم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. و قومش به او منازعه کردند. او گفت آیا با من در حالی درباره خدا منازعه می کنید که واقعا او مرا هدایت کرده است؟ من از آنهایی که شما به خدا شریک میارید نمی ترسم و به من زیانی نمی رساند مگر آنکه پروردگار من چیز را اراده کند. علم پروردگار من همه چیز را فرا گرفته است. آیا پند نمی گیرید؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
چطور از چیزهای بترسم که شما آنها را با خدا شریک می‌آورید و شما از اینکه به خداوند شریک آورید نمی ترسید؟ چیزی که هیچ دلیلی در زمینه برای شما نفرستاده است. آیا کدام یک از ما دو گروه به امن حقدارتریم اگر شما می‌دانید؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند ایشانند که به راستی در امنند و هم ایشانند که هدایت شدند. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. این بود حجت ما که آن را به ابراهیم در برابر مردمش دادیم و مرتبه هر کسی را که بخواهیم درجه به درجه بلند می سازیم. بیگمان پروردگاری تو صاحب حکمت و داناست. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ما به او اسحاق و یعقوب را دادیم، همه را هدایت کردیم و پیش از آن نوح را هدایت کردیم و از نسل او داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون را نیز هدایت کردیم و بدین ترتیب نیکوکاران را مزد می‌دهیم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. و زکریا، عیسی، یحیی و الیاس همه در زمره صالحانند. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. و اسماعیل، یسع، یونس و لوط نیز و همه اینها را بر جهانیان فضیلت دادیم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. و نیز از پدرانشان و اولادشان و برادرانشان و ایشان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. این است هدایت خدا. هر که از بندگان خود را که بخواهد به آن راهنمایی می‌کند. اگر ایشان شرک می‌آوردند همه کارهایی که می‌کردند از ایشان نابود می‌شد. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اینها کسانی اند که به آنها کتاب، شریعت و پیامبری دادیم. اگر اینها یعنی اهل مکه معظمه قرآن مجید را تکذیب کنند ما قومی را به آن میگماریم که از آن انکار نمی کنند. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آنها کسانی اند که خداوند ایشان را رهیاب ساخت پس بر روش ایشان اقتدا کن. بگو در برابر این تبلیغ از شما مزدی نمی طلبم. این نیست مگر پندی برای جهانیان. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما
ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خداوند را طوری که شایسته شان اوست قدردانی نکردند وقتی که گفتند خداوند چیزی را به انسان از طریق وحی نفرستاده است. بگو پس چی کسی کتابی را نازل گردانید که موسی آن را آورد روشنایی و هدایتی برای مردم، اما این شما هستید که آن را ورقها می سازید. یک تعدادی از آن ورقها را آشکار و بسیاری از آن ورقها را پنهان می کنید و به شما چیزی آموختانده شد که نه شما آن را می دانستید و نه هم پدران شما. بگو خداوند آن را فرو فرستاده و سپس ایشان را بگذار تا به صحبت‌های بیهوده خود سرگرم باشد. و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی و این کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم با برکت و تصدیق کننده آن کتبی که پیش از آن بود تا مردم ام القرى یعنی مکه معظمه و حوالی آن را دین دهی و کسانی که به آخرت ایمان دارند به این کتاب ایمان دارند و ایشان بر نماز خیش محافظت می کنند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. و کی ستمگارتر از کسی که بر خداوند دروغ بربندد یا بگوید برای من وحی شده است در حالی که هرگز به او چیزی وحی نشده است، یا کسی که بگوید من نیز مثل آنچه را خداوند فرو فرستاده است نازل می کنم. اگر تو وقتی را ببینی که ستمگاران به سکرات مرگ گرفتار می شوند و فرشتگان دستهای خود را دراز کرده می گویند روح خود را بیرون آرید، در آن روز به عذاب اهانت آمیز عذاب می شوید به سبب این که بر خداوند سخنان ناحق گفتید و از آیات او تکبر ورزیدید. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بیگمان به سوی ما به صورت انفرادی آمدید، درست به همان شکلی که ما شما را بار اول آفریدیم و تمام آنچه را به شما عنایت کرده بودیم به عقب گذاشتید. با شما اکنون شفیعای شما را که میپنداشتید واقعا آنها با شما در شفاعت شریکند نمیبینید. واقعا حالا پیوند بین شما و ایشان قطع شده است و دروغی را که بربسته بودید از شما گم شده، یعنی شما را در خلا گذاشته است. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت
الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. حقا که خداوند شکافنده دانه و خسته خرما است. زنده را از مرده بیرون می کند و بیرون کننده مرده از زنده است. این است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. او شکافنده صبح است، شب را مایه آرامش و آفتاب و ماه را برای حساب وقت قرار داده است. این است اندازه‌گیری خداوند صاحب قدرت منی و دانا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم یعلمون. و اوست که ستاره ها را برای شما علامه هایی گردانیده است تا در تاریکی های خشک و بحر با آن رهیاب شوید. حقا که ما نشانه های خود را به مردم تفصیلوار بیان کردیم که می دانند. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم یفقهون. اوست که شما را از یک شخص پیدا کرد، پس برای شما قرارگاهی است و ودیعت جایی. بیگمان نشانه ها را تفصیلوار به مردم بیان کردیم که می‌فهمند. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم یؤمنون. و اوست که از آسمان آب را فرو ریخت و باز به وسیله آن همه رویدنی ها را رویانیدیم. از آن سبزه رویانیدیم و از سبزه دانه های به هم پیوسته و از درخت خرما شکوفه آن خوشه های به زمین رسیده از پروباری بیرون می آوریم و همچنان باغ‌های انگور، زیتون و انار را آفریدیم که در شکل، رنگ و غیره مشابه و در مزه و بو متفاوتند و به میوه‌های آن ببینید چون بار آرد و به پختگی آن. در اینها همه برای مردمی که ایمان دارند نشانه‌هایی است. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. و با این هم کفار برای خداوند جن را شریک می آوردند در حالی که خداوند آنها را آفریده است و به نادانی به خداوند پسران و دخترانی تراشیدند. منزه است خدا و برتر است از آنچه به او نسبت می دهند. بدیع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ایجادگر آسمان ها و زمین است. چگونه برای او فرزندی میتواند باشد در حالی که او هرگز همسری نداشته است و همه چیز را آفریده و او به هر چیزی داناست.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. آری این از خداوند پروردگار شما، جز او معبودی نیست، آفریدگار همه چیز هاست، پس او را پرستش کنید و هم اوست کارساز همه چیز ها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. دیده ها او را درک کرده نمی توانند، ولی او دیده ها را درک می کند و اوست نهایت پر لطف و آگاه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. حقا که برای شما از جانب پروردگار شما دلایل روشن آمده، سپس اگر کسی که آن را دید فایده آن برای خود او می باشد و اگر نابینا شود نیز به ضرر خود اوست و من پاسدار اعمال شما نیستم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. به این ترتیب ما آیات را به شکل‌های گوناگون توضیح می‌کنیم. مهم نیست که بگویند دست گرفتید تا آن را به مردم بیان کنیم که می‌دانند. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. آنچه را به تو از جانب پروردگارت وحی شده پیروی کن، جز او معبودی نیست و از مشرکان روی برتاب. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. اگر خداوند میخواست شریک نمی آوردند، ولی ما تو را پاسدار اعمال آنها نگردانیدیم و نه هم تو کارسازیشان می باشی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. کسانی را که مشرکان جز خدا نیایش می کنند دشنام مدهید تا مبادا ایشان از روی ستمگری و نادانی خدا را بد بگویند. و این ترتیب ما به هر ملت اعمالشان را آراسته جلوه دادیم و در آخر کار بازگشت همه آنها به خدایشان است و ایشان را به حقیقت آن اعمالی که انجام می دادند آگاه می سازند. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ایشان به شدیدترین سوگندها و خداوند قسم یاد می کردند که اگر به ایشان هر نشانه بیاید حتما به آن ایمان می آورند. بگو یقینا نشانه ها در نزد خداوند است و چی می دانید که چون نشانه ها بیاید باز هم ایمان نیاورند. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ما دلهایشان و چشمانشان را از پذیرش و دیدن حق می گردانیم طوری که در نخست به آن ایمان نیاوردند و ایشان را در سرکشیشان سرگردان می گذاریم.